فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا عمر از ترکیه از برادران عزیز مهاجر ایرانی در اونجا هستن، در مورد نیت نماز تراویح پرسیدن که آیا نیت باید بکنن و طریقه نیت کردن و الفاظ نیت چطور است؟ برای نیت کردن الفاظ مشخصی برای هیچ نمازی در شریعت اسلامی تعیین نشده که بالاجبار نمازگزار باید اون جمله رو بر زبان بیاورد، چون این چیزی مطلقا در شریعت اسلامی وجود ندارد و نیت اساساً کار دل هست، این هیچ ارتباطی با زبان ندارد. و بالفرض شما تصور بکنید اگر کسی مثلا میخواد که نماز ظهر را بخواند، وقت نماز ظهر است اما اشتباهاً از زبانش خارج می شود که من نیت کردم که نماز مغرب را بخوانم، از نظر شرعی هیچ تأثیری در صحت نماز این فرد در واقع به وجود نمیاد، زیرا که اصل کار نیت کار دل هست و این زبانی که دچار سهو شده این هیچ گونه اعتباری را نداره. پس بنابراین تلفظ کردن نیت نه در نماز نه در روزه و نه در هیچ عبادت دیگر نه واجب هست نه سنت هست و حتی مستحب هم نیست. گرچه برخی از فقها گفتن که مستحب است، اما این استحباب فقط در برمیگرده به یک نوع اظهار نظر شخصی برخی از فقها، هیچ گونه مستندی از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد. نیت کار دل هست، به این معنی که شخص شبانه نیت میکند، یعنی تصمیم قلبی میگیرد که مثلا فردا رو روزه بگیرد که فلان نماز رو بخواند. برای نماز تراویح لازم نیست که مثلا بگوید که من میخواهم 2 رکعت نماز تراویح بخوانم در ابتدای هر مثلا 2 رکعت، همون ابتدایی که برای قیام بلند شده میخواد نماز تراویح یا قیام را بخوانند، همین نیت برایش کافی هست، لازم نیست که هر 2 رکعت جداگانه و مستقلا نیت بکنند. و نیت هم نیت نماز مطلق هست، لازم نیست که قید بکند که نماز سنت تراویح، مطلق 2 رکعت نماز را نیت بکند من میخوام 2 رکعت نماز را بخونم، این قصدی که در قلبش دارد همین کافی است. بر زبان آوردن این جمله که من میخواهم 2 رکعت نماز تراویح ادا بکنم این نه لازم هست نه مستحب و نه واجب هست.